درست بوده است. یعنی به مانندی نجیب سردار بچه خاندانی کم بغلی انادولو به سر شما بر اینها کلاه گذاشته است. اکنون به درونی جوانها در آمده چون انگشترین روز شده نشینید. از حد گذرانده. با من هیچ کسی خیلی گپ زده نمیتواند. باید کارتون رو درست میکردید. راه گردنجیlik میرویم. نمیخواهم که مناسبت خوبمون چنین تمام شود. شخصا با من فرقی ندارد. من از شما رنجیدم. بلکه تفکرتان ضعیف است. بیاید. پیکس، آن ناکس را چخل میابیم؟ از کجا میابیم؟ آرام شو یگید. کی را میکوبی؟ کی را میکوبم؟ ای کته را. آرام شو جوان. چه شد؟ ای کته نامزدی مرا ربوده است. با این وزش روزنامه را میخواهد. ملکه را اسیر گرفتن. آنها آدمانی پست. روزنامه چه علاقه دارد؟ در دست توست؟ من هیچ گونه روزنامه ندارم، میفهمید؟ میلش آرام شو. غم نخور. ملکه را با دستان خودشان به ما میدهند. چه خیل؟ یک آدم مهم آنها هم در دست ما هست. خبر نداری به فکرم. بین ما یک آدمشون رو ماندن. قرخان گمشته ایکته بوده است. برای همین هم نجیب سردار همه معلومات ها را میدانست، همینطور نه؟ یعنی وی ناکس خبر میبرد. پیکس، این نامرد در کجاست؟ او حالا می آید. گپ همین. از شما التجا میکنم وی رزیل این ناکس را غیر از من هیچ کس نمیکشد. تو خائن رزیل! چه شد؟ یک دقیقه. به کجا بردید ملکه را لعنتی ها؟ به کجا؟ جواب ده به من! تو چی ها میگویی؟ درباره کی گپ میزنی؟ پیکس این چی میگوید؟ درباره ایکت گپ میزند. روزنامه را میخواهی ها؟ انا با تو روزنامه! انا با تو! بگید وی به ما زنده لازم است. چه شد؟ یکان چی نفهمیدم. قرخان مثل که از هیچ چیز خبردار نیستی. بازی نکن. کی بودند را و برای کی کار میکنی میدانیم. اکنون دربارتان همه چیز رو میدانم. مرگتان نزدیک شده است. زورتان به اون نمیرسد. به مانندی من ده ها صدها هزار نفر است. قرخان، همه اش را مییابم. البته مییابم. ملکه در کجاست؟ مرس. قرخان، مرس. ملکه در کجاست؟ چیزهایی که است نمیدانی. سگی خواهی این گپ در نامزدی یگید را به کجا بردید؟ خانه را چپگردان کردید. در وی خانه کودک 2 ساله‌ای بیگناهی بود. گپ زن نباشد من تو را مجبور میکنم رزیل. گپ زن میگویم. یگید سایه یگیت را به بیرون برار. مایلش. بیا به بیرون بروی. بیا. رو یگید بیرون برا. بیا رفتیم. برا. حیفان. چه
خیلی که فکر میکنی این خیلی نیست دیگه. اگر این رزیلان به ملیکه به نامزدی من یگان ضرر رسانند، بعد میبینم که من چیکار میکنم با آنها. سرده برو. نامزد یگیر در دست اون حرامی ها. چی کاری که نکنیم باید خلاص کنیم. اگر لازم شود برای همین میموریم. هوشیار باشید، نمیخواهم خطاگی شود. غم نخور، نامزدت رو خلاص میکنیم. تشکر. چشمت را کشا، کشا چشمت را کشا. شد یگید شد. چه خیلی که میبینی این خیلی نیست یگید. دمت را گیر. یگید تو با پیش گذر. مرا گوش کن. دهان شده باز یک کلمه گفتی تو را به ثابت نمیدی هم فهمیدی؟ رفتیم. به اجازت به خانه ها نمی در آمدید. به کودکان و زنان کاردار نمی شدید. ما به خانه ندر آمده. این دیگر موضوع است. دفعه گذشته با آسانی خلاص شدی. این دفعه خلاص نمی شوی. خانم ملیکه را آوردید. آها. قرخان چی؟ قرخان در همین جا. ملیکه چی حال داری؟ التماس مرا از اینجا بریگید. صبر کن، کم مانده است. صبر کن. خوب هستی؟ اینها تو را آزار ندادند؟ من خوبم. خیلی مهمانداری خوب کردن خواستیم، لیکن کمی مشکل است. وای همین خیلی است. با آدمان دورایه و خائن مراسا کرده نمیتواند. اگر بار دیگر این کار را تکرار کنید جایتان را یافته جزایتان را میگیرید. باور کنید من تا جزای شما را ندهم در این دنیا آرام بودن نمیتوانم. استید نو سر کردیم تا باستی. خوب هستی قرخان؟ بخشش که این خیر شد. سردار خبر داره؟ دارد. ما را انتظار است. فکر نکن این کار بسری هم آماده میتواند. چه خیلی فهمیدن نمیدانم.
либосҳоро диҳед. либосҳои қалахонро бояд иваз кунем. соат, гарданбанд, чизе ки дори барор. хабаррасонро ҷой карданашон мумкин аст. آنها کیستند یگید؟ رئیسم آقای کوبیلای و عضو شرکت آقای گوکمن حادثه شده را فهمیده فوراً به کمکمان آمدند. یگید به مانند دادرمان است. او را در این خیل وضعیت تنها گذاشته نمیتوانستیم. سپاسگزارم. همه‌اش گذشت ملیکا. تشکر. یگید درباره شما هیچ چیز نگفته بود؟ فرمایلش در این خصوص بد گپ میزنی. سایه تو به کارت رو. من همراه یگید میروم. کی میدوند چی میشود؟ بعد از این احتیاط کنید خانم ملیکا. تشکر. либосҳои қарахонро нест кунед. بله به تو باید حقیقت را گویم. تا امروز از تو بعضی چیزها را پنهان میکردم. بله برای بیخطری تو و کودکمان فاتح. چه ها میگویی یگید مرا میترسانی؟ فعالیت من در شرکت محافظی ساخته است. چی گفتی یگید؟ من به وطنم به آینده وطنم خدمت میکنم. وظیفه مخفی متاسفانه به تو گفته نمیتوانم. همین قدر شادانه بسنده است ملیکا.